برای چهارمین روز راه بندر تجارتی آقینه مسدود است. هزاران تن در اعتراض بر اهانت شدن عبدالرؤوف راه بندر آقینه را بستند. امروز بار دیگر هزاران تن از ولسوالی‌های چهارگانی اندخوی ولایت فاریاب حدود 10 کیلومتر راه را پیاده پیموده و خیمه تحصن در راه بندر آقینه پیوستند. معترضان میگویند تا آزاد شدن عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی راه بندر تجارتی آقینه را باز نخواهند کرد. این تظاهرات ما تا زمانی ادامه خواهد یافت که تا که عبدالرؤوف جان با آغوش پدر و مادرش و فامیلش نرسه این تظاهرات ما ادامه خواهد یافت. ما آرام نمیشینیم نمیمانیم تا که همین عبدالرؤوف جان در دست ما نبیاید و آرام شده نمیتونیم. بعد از بسته شدن جاده آقینه وسایط خرد و بزرگ منتظر باز شدن این راه هستند. رانندگان این موترها میگویند روزهاست که در اینجا بند ماندند. ما دولت میخواهیم که همه طفل معصوم طفل بیگناه را چی میکنه ایتو مردم فراگان نکده دیگه کده امر یک چیزش پیدا کنه رایالش پیدا کنه امر در صاحب تسلیم کنه این مردم تا کی رقم شده بگرد. از اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله در ولایت بلخ اضافه از 3 ماه سپری می شود. پدر عبدالرؤوف که به کارهای تجاری مشغول می باشد ربایندگان در بدل رهایی پسرش از وی 1.5 میلیون دلار خواستند. مقام‌های محلی بلخ گفتند که تاکنون برای رهایی این کودک چندین عملیات نظامی راه اندازی شده است، اما نتایج مطلوب به دست نیامده اند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود 1 ماه پیش گفته بود که اگر کودک ربوده شده در مدت 1 هفته رها نشود، مقام‌های امنیتی بلخ را برکنار خواهد کرد.